السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزای دل، در یک مسئله میخواستم با شما هم صحبت بشم. با راست گپ در یک نظرم که مسلمان واقعی باید cel در زندگیش مقصدش همی باشه که بهترین انسان وارد در روی زمین بهترین انسان وارد زندگی بکنه. آیا بهترین انسان بدن کدام انسان رو میگن؟ انسانی را که خداوند وقتی که نظرش به این بنده را خداوند وقتی نظرش در روی زمین میشوه خداوند خوشنود میشوه. برای همین عزیزای دل، وقتی که مقصد مراممان خوشنودی خداوند باشه، زندگی در ما موفق میشیم انشالله. موفق بودن در زندگی مال و ثروت دنیا نیست. موفق بودن در زندگی فهمیش خداوندی داشتن. وقتی که ما مقصد فهمیش خداوندی را بلد هستیم، الله ما را مقصد مرتبه ما را بزرگ میکنه. الله ما را انسانایی میکنه که در زندگی را موفق میشیم، در آخرت هم. مقصد از گفتن ما این نیست که ما مقصد بگناه زندگی میکنیم. نه، بگناه انسان زندگی میکردگی هیچ کس نیست، ولی نظر خداوند به صفات ما هست. نظر خداوند به خصلت رفتار و گفتار ما هست. وقتی که ما خصلت رفتار و گفتار محمدی را صاحب شدیم، خداوند نظر میکنه به ما و ما را مرتبه میته در زندگی، عزت میته در زندگی. شما عزت از آدما طلب نکنین، عزت از جانب خداوند. به هر کسی که بخواه میتیشه، به هر کسی بخواه نمیتیشه. اگر که او شخصیتی که عزت پرست است هزار زور بزنه، الله عزت از او میگیره. برای همین عزیزای دل، در یاد خدا باشین. عزیزای دل، کاری کنین که خداوند در زندگیتون خوشنود بکنین. خداوند یار و مددگار شما باشد و آخر دعوا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.